این قدر سال غلامی و بندگی فلانی را کردم فلانی را کردم، باز یک وقت شد که بیخی دیوانه واری بودم، باز که اینطور بودم و که باز بعد از او رفتم که رشقه نور است و که کوه نور است. شیطان خبیث روشنی را برش پیش میکرد، آوازه را برش میگفت. خب نمیفهمید که هیچی است. عجیب است. امروز کسی که با قرآن و حدیث تعلق نداشته باشه، این شیطان خبیثی تو را گمراه میسازه که پرسان نکن. خدا معرفی میکنه، میگه من ملک هستم، همین شیطان است. خود ملائک میگه. ملائک چی میگه؟ قال سبحانك، میگه ملائک پاکی برای تو سی الله از هر نوع شرک، انت ولینا، تو واقدار و کارسازی ماستی، من دونهم بغیر از این مردم، بلکه مردم یعبدون عبادت میکرد الجن، جنیات شیطانا را که به شکل ما خود بر ازیاب پیش میکرد. اکثرهم بهم مؤمنین، اکثر ازیاب بالای جنیات مؤمنون اعتقاد کنندگان هستند. چطور اعتقاد میکنه سر جنیات؟ میگه غیبه میفهمه، متصرف است. امروز به هزارها نفر همیطور موجود است یا نه؟ شیخک خود جور کرده او مردم پیشش میره، او جنی وقت خبری خانه تا برش برده که اونجا بری چی برد؟ میگه وی خوب شد که زود آمدی، سخت جادو سرت شده، اگر نمی آمدی خلاص بودی. یاران باز برات شروع میکنه که خانه تان دروازهش سبز است، طرفی شرق است، داویلی تان کمی داخل میشید دستی راست یک دانه درختی توت است یا نه؟ باز میگه میمان خانه تان در دستی چپ قرار داره، هنوز یک دروازه شام در خانه نشستگی تان هم است، داویلی تان 4 دانه درختی چی هم است، سیب هم است. این خبیث تاویزای کونه را که در خاکسترهای گپا مالی ده، نام حالی از تو سوال میکنه، نام که از تو سوال کرد دور دیستی نوشته میکنه. اما جنیات پس از او برات میگه چی میکنه؟ نام نوشته میکنه، برو در شنگ باغیت در طرف فلانی کنج، در کنج شمال شرقی اینی رقم سنگ است، در زیر سنگ کوکو که باز میبینی. تو اونجا بری که کوکو کنی که راستی کاغذ میبره کونه او نامی تو هم نوشته میباشه. راست گفته بودی، کلش دروغ است. جنیاتی کارا میکنه. این تاویز میبره، تاویز نیست، این جادو را در اونجا گر میکنه، باز تو میری او را میکشی. کلی کارا توسط جنیات است. یا به جنیات سجده میکنه، نعوذ بالله. جنیات تا وقتی خوش نمیشه به این کارا را نمیکنه تا که نعوذ بالله سر قرآن پیشاب نکنی، تا که نعوذ بالله به الله شرک نورزی، عقیده کلمه کفر نگویی. این کارا را نمیکنه باز جنیات بری تو. او تا آلی را مردم در پیش از یا میره، پیش از یا را خود چی میکنی؟ پیش هندوها میره. هندو بری مردم مسلمان تاویز میده، یا خدا مسلمان میگه. حالان که رفتن در اون جای نظر به حدیث پیغمبر تا چند روز نماز که هیچ تصدیق و باور نکنی تا 40 روز الله نمازی تا قبول نمیکنه. اگر باور کردی کافر شدی به آن چیزی که نازل شده بالای کی؟ محمد رسول الله. این همی جنیات است. چی میگه؟ این شخصیتی قبر چیز نگویی، پشتی گپ نگرد. بچه می مرگیال شد، همینجا که می آوردم جرد تیار شد. خب خبیث شیطان اونجا گرفت به چک قچه چوندی کچه او را در گریان آورد، اینجا که آوردیشه اله کچه. در حدیثی که این آمد عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که زنی خدا او تاریش کن گفت عبدالله و آل عبدالله از شرک پاک هستند، اسکوی را گفت چرا اینطور میگی؟ من سابق چشمم درد میکرد پیش یهودی میرفتم دم میکرد خوب میشد. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه برش چی گفت؟ گفت تو شیطان بود، جنی بود، چخ میکرد چش میتا. وقتی که اونجا پیش یهودی میرفتی بازو خود دور میکرد جور میشد، به خاطر که عقیده تو سری کی پخته شوه؟ سری و یهودی پخته شوه. نعوذ بالله. این کارا را زیاد جنیات میکنن. گاهی در قبر دست میبینی که اینا دست کشیده شد، گاهی آواز میشنوی که مرادی حاصل شد. به مردم اعلان بکو که این قبر برای اینی مرض است، بس دیگه شایع میکنه. این کلش این خبیث جنیات است و مردم اینمی طور کارا را میکنن. الله چی میفرمه؟ فالیوم لا یملک بعضکم، امروز اختیار نداره بعضی از شما لبعض برای بعضی دیگران نفعا از نفع رساندن ولا ضررن تکلیف دور کردن، هیچ چیز نمیتونه. و نقول للذین ظلموا، میگویم به او کسانی که شرک ورزیدن، ذوقوا عذاب النار، بچش عذاب آتش، التی هم عذاب کنتم بها که شما بودی بها به این عذاب تکذبون، نسبت دروغ میکردی، میگفتی عذاب کجاست، حساب و کتاب کجاست. و اذا تتلا علیهم آیاتنا، وقتی که تلاوت کرده میشه بالایشان آیاتای ما، احکام ما، دلایل یک تا پرستی ما، دلایلی که رد شرک میکنه، بینات واضح
قالو میگویا ما هذا الا رجل، نیست این مرد که مگر یک شخصی است یریدو که اراده داره ایصدکم عما کانوا یعبدون، که شما را منع بکنه بند بکنه اما از او طریقه که کان بود یعبد، از او معبودایی که کان بود یعبد عبادت میکرد آباؤکم پدرایتان. خب و قال میگه ما هذا الا افکن، نیست این مگر دروغ است مفترن، از خود ساخته شده بربافته شده از جان خود. و قال الذين كفروا، کفار میگه للحق، با آن چیزی که دلیل حق است یا دینی حق است، لما جاءهم، هرگاه که آمد برشان، ان هذا نیست الا دین الا سحر مبین، مگر سحر است آشکارا. سه گپا پیش کردن. خب برنامه از یارا گوش میگیره. اول میفهمی از چی کار میگیره؟ تحریک عصبیت میکنه، قومیت، تحریک عصبیت او قومیت. ایره خب رنگ و جلوه قوی میده. چی براتون میگه؟ اول تحریک عصبیت میکنه. چی رقم؟ سعی کنه هی پیغمبر پیدا شده، آن چیزی که پدرایتان روان بود از او شما را منع میکنه. اول برنامه از یاست. چرا؟ مردم عوام خو با سوج نداره. اوه علی رای پدرای ما را. امروز ملاهای ما در مقابل ما چی تحریک میکنن؟ بگوی مالی خی قدر پدرای ما خیر غلط رفته، ما از پدرها گپ نمیزنیم، الله قطشان محاسبه خوب بکنه، الله بلا در گردن تو ملا. او که گپی تو هم قبول کرده بود به خاطر دین قبول کرده بود، انشالله الله واره معاف میکنه. چرا که گپی تو را من حیث دین قبول کرده بود، وگرنه به خاطر ازی قبول نکرده بود که بچه کیستی بگوی و نامت چیست، به این خاطر قبول نکرده بود. تو را نماینده دین فکر کرده بود، تو خود نماینده دین معرفی کرده بودی و هر گپی تا بگوی گپی حق میشمردی که موافق قرآن و چی است؟ حدیث است. او قبول کرده بود، انشالله الله او را معاف میکنه. خود تو جواب میدی که برای از او رای حق نشان دادی یا رای باطله. این گپا را تحریک میکنه که سیکو معبودای پدرها، راههای پدرهای ما را ترک میکنه. امی قدر قرآن بر ما میگه اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اگرچه پدرایشان نه کدام سویه علمی داشتن، نه از کسی دیگر چیزی را شنیده بودن که راه را میفهمیدن. آیا ما اموتور پدرها را هم پشتش برویم؟ پدری که نه سویه علمی داره و نه از کسی دیگر شنیده، خیر ما خب پشت دلیل میریم. پدر پیش ما در مورد حکم الله اعتبار نداره. پدر که پدر است به اعتبار کیست؟ حکم الله است. پدر که قدر داره حکم الله داده. اما وقتی مقابله واقع شوه باز ما رای امریکی را پیش میکنیم، الله را نه. ای که ما رای پدر ماست. این اول برنامه شان بود. دوم برنامه میگفت این چیزی که این بیان میکنه کلش دروغ است، جور شده است، از جان خود میگه. شما را بارها نگفته که این مردم ها حدیثای منسوخه میخوانه یا حدیث ها از جان خود جور میکنه. او جناب بری از او نگو، تو خود دفاعگری حق هستی، نماینده دین هستی، بیا کاستی مرا بشنو، سی دی مرا بشنو، در درس ما شریک شو، گپی را که ما منسوخ میگیم غلط میگیم کرد پیتالا انتقاد کن، طرف علایده ما را بشان بگو موریسی بینی را غلط گفتی. آسان گپ. تو عوام فریب میدی، وام امی گپا میگفتند. در مقابل انبیاء علیهم السلام دوم گپ ایرا میگفت. سوم گپ چی میگفت؟ نه این خود سحر است. این چیزی که بیان میکنه سحر است. چرا این سه برنامه را میگفتن؟ شما خبرداری وجهش چی است؟ اول که وقتی پیغمبران علیهم السلام دعوت به سوی توحید الله میداد، اول برنامه طور بود که مردم احساساتش بالا کنه. چرا؟ این کلامی که پیغمبر، دعوتی که پیغمبر میده بسیار معقول است. ما باید تلاش کنیم که از سر برای برنامه از این کس نشینه و نه نشستن وقتی میشه که نروی پیش ازی به خاطری که از امود دینی بابا و پدرایتان شما را چی میکنه؟ منع میکنه. ندیدی بچه فلانی را قطی پدری طور شده؟ امود طور نیسته؟ جدایی آوردن در بین پدر و اولاد. اینی تبلیغات میکنه که حتی در مجمعه و مرکز پیغمبر کسی جمع نشود. دوم باز که مردم رفت، باز دوم اعتراض چی میکنه؟ دروغ میگه، از جان خود میگه این گپارا که این طور است و این طور است. با این تشویش در مردم مندازه. باز که او کسی رفته، الحمدلله در درس قرآن که یک دفعه کسی بیاید بگوی که واقعا بدون تعنت، بدون عناد، بدون ضد با انصاف بشینه در ترجمه قرآن، باز دیگه قطعی انبورم گوشتش بکنی چپا میشه. از امو خاطر باز میگفتن سحر است. سحر است. تاثیر زیاد داره، تاثیر زیاد داره. امروز هم امی گپاست، هیچ فرقی نداره.
اینمی طور میگن، میگه رای پدرایتان سرتان گم میکنه. میگه نمیگه. باز بعد از اون میگه کل حدیثای منسوخه میگه. باز بعد از اون چی میگه؟ میگه این قدر یا ساحر هستن که بری یک دفعه بس دیگه تو را میگردانه. از امو خاطر باز چی میگه؟ مولای قویشان میگه دلیلم قطش گفته نمیتونی. این قدر حدیث یاد داره که پرسان نکن. خیر چی کنیم؟ بازی عوام بیچاره نمیگه که آیت و حدیث، میگه خب پشت امازو میرم، پشتی تو نمیرم. میگه نه، از چوب کار بگیری. از چی کار بگیری؟ شروع کنی زدن. اما تو شروع زدن است. باز دیگه نمیمانه. در صدها مسجد دیگه پا شده. در چندین مسجد رفع الیدین کرده. جوان مردم سرش جمع شده، برش گفته امی جوان که ای مردم کل شما سر من نبیه، من بسیار بنیم ضعیف است، زور ندارم، اما عالمتان بر ما پیش کنین که قطعش سخن بگویم. وقتی که با عالم نشسته، با عالم گفته که مولوی صاحب امی ما پیروی پیغمبر علیه السلام هستیم یا نه؟ گفت بله. گفت عبادت ما به طریق پیغمبر باشه؟ گفت بله. گفت خو بخاری چه رقم کتاب از حدیث؟ باز گفته که بعد از قرآن مرتبه دوم داره. گفت در بخاری همی حدیث رفع الیدین آمده؟ نه، او منسوخ شده. یک دفعه امر کرده بزنید، خلاص استدلال است. نمانشه بیچاره را اینقدر لط کرده که پرسان نکن. مردم هم این قدر که مولا را هم امیالی چی کرده؟ قناعت داده. از زبان خودش برش گفته که بخاری کدام کتاب است، احادیث صحیح است یا ضعیف است، و بعد از او برش گفته که این حدیث اینجا آمده. او دیگه استدلال نداره. امی عوام خود تو را الله عقل داده، ملایت خود زانو زد در پیشش. تو باید امی بچه را آفرین مید گفتی که بچه آفرینید، گوشی ما را نه خلاص کردی. وقتی این حدیث در بخاری آمده و رای پیغمبر است، ملا را میگفتی که ملا صاحب ایره تو چرا برای ما نمیگفتی دمی قدر سالا که ما حق میفهمیدیم، قطع سنت رسول الله ما نفرت نمیکردیم، دشمنی با سنت رسول الله نمیکردیم. الا ملا صاحب دیگه تو واری ملا را ما اینجا خوش نداریم، ملای را خوش داریم که از حدیث پیغمبر بر ما درس بگه. بخیر ملا صاحب دیگه در این مسجد روز نداری. ولی با تاسف این مردم آنقدر جوش میکنه، غیرت میکنه سری دین الله، سری چی؟ رفع الیدین والا را که خواب درست نماز است، کلگی که خواب درست نماز میخونه او را میزنه. خود بیرون در دروازه مسجد فاسق استاد است، چرس بویشین در مسجد میه، نماز هم نخوانده، در رای دخترها هم گرفته، او یک دفعه شراب هم میخوره، او موسیقی را آوازش بلند میکنه که تو اینجا تلاوت و نماز هم خوانده نمیتونی. او را الف بیم گفته نمیتونه. این حال شما بگوی که دشمن دین و دشمن قرآن کیست؟ خود فیصله کنی، قاضی خود شوی. این مردم باید بفهمند، بدانند که روز قیامت از ما سوال میشه. ما چی کردیم؟ به دین الله خدمت کردیم یا نه که مردم از دین الله چی نفرت دادیم؟ کدام میشه؟ دیگه واسشان نمیرسه. کسایی که در پیش ما امیتور داد میزنه که مولوی صاحب من انشاءالله اول نمبر سلفیستم، یعنی به عقیده سلف هستم، اما در بین مردم تبلیغ میکنه. والله ملاهای پیدا شده فرق در بین نماز زن و مرد. آلی زن که این رقم استاد شوه این قدر چاکی چی رقم میشه؟ و بدبخت اگر تو عالم باشی تو را به الله قسم یک حدیث پیش کرده میتونی؟ حدیث صحیح را که زنا به کدام سیستم استاد شوه، مردا به کدام سیستم استاد شوه، تو را به الله قسم پیش کو برای منه. تو خیلی اعتراض سری پیغمبر میکنی. امی قدر ازواج مطهرات بود، پیغمبر کلی مسائل تفصیلی بیان کرده، چرا نماز زن و مرد تفصیلی بیان نمیکنه که بگوید که زنا شما اینی رقم نماز بخونه، مردا شما اینی رقم نماز بخونه. پیغمبر که در سر منبر بالا شد و نماز مکمل از اول تا آخر خواند و بعد از او گفت که صلوا کما رأیتمونی اصلی، شما بخونید نماز امی رقم که من نماز خواندم. زنان بود مردان بود یعنی که تنها مردا بود. در زمان پیغمبر اسلام مسجد نبوی زنان بود. تو عالم چرا مردم گول میزنی؟ 4 دانه آثار و روایت ضعیفه به مردم پیش میکنی؟ تو اگر مرد هستی عالم هستی بیار امو آثار صحیح تا، امو حدیث صحیح تا اینجا. چرا مردم فریب میدی؟ چرا؟ به خاطری که آلی رخنه واقع کنه که مردم دیگه دختری خدا بچه خدا در درس در اینجا نگذاره. چرا؟ عالم زنا اینجا میگیره مردم اینجا دسته بگیره. بلی پیغمبر همینطور گرفته. چرا؟ در نماز مرد و زن تو یک فرقی در حدیث صحیح برای ما بکش، با جز از احکام خارجی در احکام داخلی هیچ کدام نیست. نه زن رکوع را چی قدر بکنه که می دستش در زانو برسه فقط. اونجا پیغمبر میگه صحابی را 3 مرتبه پس روی میکنه که رکوع را درست نمیکنه، سرش وضو میکنه.
اونجا سجده چی رقم بکنه؟ خپک سجده کنه زن. اونجا الله پیغمبر میگه که با مثل بگه سگ واره چی نکنی سجده، مشابه به حیوانات من میکنه. او عالم بیا از الله بد. اگر امی کاری تا امی گفتاری تا به خاطر دشمنی شخصی نمیکنی، اگر امی گپا را شما به خاطر دفاع دین میکنه، باز من شما را تشکری میکنم، باز قطعتان ضد ندارم قطعا. چرا که شما امو دین براتان حق معلوم شده و شما میگه خب خودید یک درو اعتراف میکنی که بله روش تو، کاری تو، کرداری تو به سر و چشم حق است. خب او طرف میری ای گپا میزنی، ایره چی میگه؟ ایره نفاق میگه نعوذ بالله. چرا پیش ما یک گپ میزنی او طرف دیگه گپ میزنی؟ اینطور نکو پیش الله تبارک و تعالی پیشوده نیستی، پیش الله جواب میگی. اینطور شبهات در بین مردم پرتافتن این گپ عالم نیست. عالمی که واقعا عالم است در فضای آرام و آزاد بیا قطعا از آزاد بحث بکن، قطعا هر کس آزاد بحث بکن. اینی کارت من انتقاد دارم، اشتباه دارم، من ایره نمیپذیرم، دلیل دارم، بیا قطعا بیش. اگر در دلیل تو ما را قناعت دادی بس رو چشم. ولی ما ادعا نمی کنیم که معصوم هستیم، از گناه پاک هستیم، هر گپی ما حق است. نه، گپ ما خو اونمو حق است که موافق قرآن چی باشه؟ حدیث باشه. و ما آتیناهم من کتب یدرسونها، بله از این طور مردم ها گلم نیست. و ما آتیناهم ما ندادیم برای از من کتب کتابا را یدرسونها که یا بخوانه و کتابا را و در اوج دلایل شرک خدا ثابت بکنه و این دعواهایی که پیغمبر داره یا را رد بکنه، قرآنی که آمده ای را رد بکنه، یا کدام دلیل نقلی هم نداره. و ما ارسلنا الیهم قبلک، و روان نکردیم برای از یا پیش از تو من نذیر، کدام پیغمبر که وا برای از هدایت داده باشه که اینی قسم دین باطل است، اینی حق است، هیچ چیز هم نداره. بی اساس و بی دلیل گپ زدن. و کذب الذین من قبلهم، نسبت دروغ کرده بودو کسانی که پیش از یا بود برای انبیاء علیهم السلام، به دعوتای انبیاء علیهم السلام. و ما بلغو نمیرسند امی مردم معشار ما آتیناهم، به عشر عشیر یک چیزا 100 ایسا کو باز بعد از عشرش بگی، باز از عشر دیگه عشرش بگی، به عشر عشیری ازی که از صدم یا هزارم حصه یک حصه نیست قطعی از او توانایی و مالی و قدرتی که به مردم سابق ما دادیم. و ما بلغو نمیرسن معشار ما آتیناهم، به اندازه عشر عشیری او نعمتا یا او قدرت یا او مالداری آتیناهم که داده بودیم به قومای سابقه. فکذبوا رسولی، قومای سابقه نسبت دروغ کرد به پیغمبران ما. فکیف کان نکیر، چه قسم بود عذابی ما، کجا شدن، کدام طرف شدن، وامینی طور سر زوری کردن، دعوت انبیاء علیهم السلام نپذیرفتن، آخر در کدام سرنوشت مبتلا شدن. یا از او درس نمیگیره، تجربه باید بکنه، عبرت باید بگیره. چی توانایی شما داره؟ قل انما اعظکم بواحده، الله اکبر.